قدرمن اوریدونکو گران اوریدونکو سلام. شنونده ها و بیننده های محترم رادیو صدای افغان از دنمارک سلام. آمدیم به کتابخانه عامه. نمیال خو اجالتاً اینمی جریده وزین خیبر به دستم آمد که صاحب امتیاز و مدیر مسئولش اینی آدم بود. ببینین اینه ده خیبر ده جریده ملی جریده و صاحب امتیاز و مدیر مسئول جناب محب الرحمن حوسا که نورگلی بانده هم مشهور و ده جریده دوی دخوان تاسیس شده و ده دموکراسی په وخت کې دغه راست این جمهوریت با گمان بیافته ما ای از دوران سردار محمد داود خان یگان مطالب بر از امام نوشته میکردم دو وقتا و خیر ببینن این کتابخانه عامه بسیار دقیق و خوب نگاش کرده می جراید اینا را یعنی واقعا بسیار به موالات گذشتهش تقریبا حفظ شده. قدرمن دوستان یعنی واقعا که جراید و رسمان و در افغانستان تاریخ سره که مینه لري هر څه په دې کتابخانه کې عامه کتابتون کې ساتل شوی. خب بیاین بر از این اثبات گپ خود مدیر بخش که اینجا تشریف دارن که بسیار مختصر صحبت کنیم. سلام سر شما. نام من یوسف ایوا دوست است از رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک آمدیم. بسیار خوشتون می‌بینم. همچنین اسم عبدالواحد قریشی مدیر مسئول تالار جراید مجلات و کتابخانه آمریکا. بسیار عالی. قریشی محترم تشکر از اینکه موقع دادین و حتی وقتم کم بود بازم لطف کردین. ببینیم این جراید با حال خودش مانده نمونده در چی حال است. ببین سب شما ما رو تعقیب کنین بیننده‌های عزیز مهربانی. قدرمن دوستان وګورئ دا هغه برخه ده د جراید چې د مختلفو وختونو هیواد نمیفهم که حقیقت سرباز این دیگاهش شما کم معرفی کنین. اینا میبینیم که مختلف ما اینجا تمام روزنامه و مجلات چاپی که چی دولتی بوده چی شخصی بوده و دسترس کتابخانه ما قرار گرفته. از اون کلکسیون ساخته شده و اینجا نگهداری میشه. از تو بفهمین مثلا از چی وقت اول کم تاریخی که نگاه کردین تا حاله؟ ما از حدود 113 سال پیشتر هم اینجا 113 سال اخبار است. از قبل ما یک کاپی داریم از شمس النهار که اولین روزنامه چاپی افغانستان شمس النهار است که در دوران امیر شیر راست میگین شیرنوایی چاپ شده. بعد از سراج الاخبار است در زمان امیر شیر خان و شمس النهار. بعد از او با سراج الاخبار است. از او گذشته باز بیایم طلوع افغان میشه که از سال 1300 هجری شمسی نشر میشه. باز بعد از به میشه که انیس است و اصلاح است و کابل تایمز است و هیواد است و جمهوریت است. میبینین اینجا انقلاب 8 ثور است و یک دوران چند سالی محدود و چاپ شده به نشر رسید. بعد از چاپ نمیشه. 7 ثور حقیقت انقلاب ثور راست میگی. بسیار این دوران‌های پس اینم که روزنامه‌ای چاپ شده ما رو اینجا کلکسیون ساختیم. یعنی مواظبت خوب بیش از مواظبت خوب میشه. این گم خو نشده یا چور در جنگ‌های داخلی و تنظیمی چیزی خوب گم نشده؟ یک قسمت از اینا فکر کنم گم شده چون بعضی کلکسیون‌های ما ناقص است. یک دوران جنگ‌های تنظیمی داخلی چون ما از وقتا اینجا نبودیم. قرار شنیدگی آمدین سابقه ما که اینجا بودن اونا برای ما می اطلاع را دادن. یک شخصیت بسیار بزرگوار بود آقای حیدری وجودی. یک شخصیت بسیار سترگ فرهنگی وجودی صاحب از دوران اول کار خود کتابخانه آمد مدیر مسئول امی بخش جراید مجلات بوده تا الهی که وفات کردن. خداوند طریق رحمتشون کنه. خب یعنی که از امکاناتی که در دسترس شما هست باعث مسئول بخش راضی هستین و میخواین که در این رابطه چیزی دیگر هم بگوین که این مواظبت زیاد شده یا چطور؟ فعلا به خاطر مواظبت شما کدام امکانات زیادتر نداریم. فقط همین یک اتاق است همیش الماری های مثلا چی میخواین که باشه؟ اینا اصلا یک پروتکل های خاص داره. تا جایی که ما مطالعه کردیم برای اینا حتی دمای حرارت باید تنظیم شود چون اینا سال به سال ضعیف شده میره. فعلا یک اقدام جدید کتابخانه ما روی دست داره که اینا رو میخواد تمامش دیجیتال سازی کنه. نسخه ها در یک جای بسیار امن نگهداری شود که دیگه
فرسودنشان بیشتر است. بسیار تشکر، لطف کردین، زنده باشین. هر وقت باز است دیگه. کتابخانه ما بروی تمام اقشار جامعه به تایم رسمیت از ساعت 8 تا 4 همه روز باز است. زه فکر کوم قدرمن دوستان از من په وختونو کې له ښوونځي او پوهنتونه به محصلان هم راتلل دلته او زده کوونکي به راتلل دلته به مثلا د مطبوعاتو او جراید او مجلو هم استفاده کوله د دې ترڅنګ چې کتابونه بل دلته به موږ راتللو د مطالعه تالارو که هغه ما فضل خدای ولید د مطالعه تالار هم موجود ده. خب دیگه ولی ما هیچ حرفی نداریم. اگر شما برای امی وطندارای ما کتابخانه و اخبارخانه و جریده خانه اگر مطلب داریم بسیار با کمال میل میشنیم. بسیار زیاد تشکر از شما که آمدین از دیدن کردین و خواستین فرصت از را برای ما بدین که برای هموطنای مامایی کتابخانه رو نشان بدیم و بگیم که چی مواد داخل کتابخانه است. کسایی که میخواه خصوصا در بخش تاریخ افغانستان مطالعه داشته باشند، وقایع تاریخی افغانستان رو بخواهند پیدا کنند، کتابخانه آمد تالار جراید و مجلات بهترین منبع برایشان. بسیار تشکر، لطف کردین. بیاین که ما یک دفعه بگردیم که چی چیزایی را داریم. اینجا میبینیم که ماندگار روزنامه‌ای است که در این سالهای پسین کلکسیون شده، سالهای 80 و 90. و این طرف بیاین ببینیم که خوب است. یه تالار خوی دفتر شما دفتر آمد دیگه. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین. دیگه باعث زحمت شدیم و تکلیف و زحمت خود هم و شما را هم کم می‌سازم. تشکر، زنده باشید. ممنون. شما بخیر. و